مستانه صابرزاده گیمناست تاجیک در فستیوال بین‌المللی صنعت سیرکی در قزاقستان جای سوم را گرفت، میان بیش از 10 دولت و زیاده از 20 حریف. اینچنین او توجه مخصوص رئیس شهر نورسولتان و دیرکتور سیرک بلاروس را صاحب شد. صابرزاده مستانه تاجیکستان. سیرک دولتی تاجیکستان. اینجا مستانه زیاده از 20 سال است که فعالیت میکند. اول به حیث هنرمند و بعدا همچون راهبر بدهی. مستانه از خردی آرزوی رقاصه شدن را میکرد، ولی بعد چند سال تمرین در انسامبل ها والدانش او را به سیرک آوردند و او دلداده این صنعت شد. در تونیک ما کشول شده نمیتونستیم، گریه میکردیم. روزهایی بود که بعد مشق میفتیم تمام دیگر فردا نمیبینیم مشق، نه که خانه میرفتیم با همین سیرک میکشید می آورد. مستانه در سالهای فعالیت سختی‌های زیادی را از سر گذرانیده است تا در این جاده موفق شود. حتی باری از بلندی 10 متر به زمین افتیده است. پایش شده شد، از همونجا افتیدم. خدا با شکر یگون آسیب سخت ندیدم. 3 روز در بیمارخانه خواب بردم و همین 7م روز برآمدم من کار کردم. همین استواری‌های او بود که در چندین مسابقه‌های داخلی و خارجی اشتراک کرد و مقام‌های افتخاری را صاحب شده است. مستانه صابرزاده می‌خواست شاگردان زیادی را تربیت کند تا در آینده پرچم بردار این کشور باشند. امامعلی سعیدزاد، ازیا پلوس.